اطفال نازنین و دوست داشتنی، السلام علیکم. خدا کنه همه تان جور و صحتمند آمده باشین، درس نوتان را گوش کنید. درس خود را باز هم چطور شروع کنیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. آفرین، شاباس، عالی یاد گرفتین. اطفال نازنین، درس امروز شما هفته و روزهای هفته است که یک هفته چند روز میشه و نامهای این روزها چی است. ما براتان میگم. یک هفته 7 روز است. روز اول شنبه، روز دوم یک شنبه، روز بعدی دوشنبه، باز 3 شنبه، بعد 4 شنبه و بعد از 4 شنبه 5 شنبه و بالاخره روز کدام روز میای بعد از 5 شنبه؟ شما میفهمید؟ روز جمعه. آفرین، روز جمعه. روز جمعه روز رخصتی است. در افغانستان وطن عزیز ما روز رخصتی است، اما در بعض کشورها روز شنبه و یک شنبه روز رخصتی است و اطفال و روزهای شنبه کودکستان میرن و مکتب میرن. خدا کنه یاد گرفته باشین. عالم از شما میپرسم، شما جواب بدین. این تربوزه که مقبوله که میبینین از شما پرسان میکنه یک هفته میگه که چند روز است. خوب فکر کنین و بعد از او جواب بدین. کلتان جواب بدین. 7 روز. آفرین، شاباس. یک هفته 7 روز است. روز اول چند شنبه است؟ شنبه. بعد از او یک شنبه. بعد دوشنبه. بعد 3 شنبه. بعد از 3 شنبه 4 شنبه. بعد از 4 شنبه 5 شنبه. آفرین. و بعد از 5 شنبه کدام روز میاد که کلگی رخصت هستند در خانه‌هایشان؟ جمعه. آفرین، شاباس. چقدر مقبول یاد گرفتین. دیگه وقتتان پوره شد. خداحافظ.